ای ماه مناز از بلندی بگذشت زمان خودپسندی. راست دوامش چی بود؟ ای ماه نهال چی ای ماه مناز از بلندی بگذشت زمان خودپسندی. تا به نوروز دیگر ما رو رسان. آفرین. انا برای همین ماه یک بار نیم بار رفتگی ای رفتگی ماه رفتگی ای میدونه. این دفعه همه کسا میره. این دفعه همه خسته میری. یکم رفتن خوبه کی جو باشه قدام واشته همه شما آش هستید. آش اوما خوردگی هستید. آش خوردگی ما آشی یک در یک. کجا دای بوی خیلی بود تعریف تاز چند جور رفته مشای نغز بود نه که با هسته اون جای دیگه آش یک در یک اینم خیلی لگند میبیارن. خب این لگند ها مثال ها میارن همین دست میزنی کو خای یک تا گوشت یک تا تخم بودنه من با ایس کم ترک چکه با قاق زلی نون تونیدم تو پیچونده میگیری میخوری همین خیلی روغن ریخته میگیره با یک تونیم خیلی دنبام در بینش مونده خوردن میگیری همین انا میخوری کو انا خیلی روغن هم تو میز چکه همین خیلی آسودگی نگم با تو پلان لیمون داره لیمون هم داره. اوشای یا گفته که دو اوش زخیر چی زغیر یک کاسه میریزنده در بالای همون اوش. اوش بوده که گفتی اوش انا همونجا میریم جورا دیشو میریم میرم اکا بره چی تمام نه که ایجی گوش کده که بیا بریم هموک شد دختر به حساب پنجوسیمی خمون میپرتویم. پنجوسیم گاب نیست پنجوسیمی نه کم گاب بین خمون مردک بوده کو بچو گاب بین خمون ما روسی گاب بین خمون ما پرهیزم اکا یک دو هفته سه هفته شید مردک بوده جلوتکا کم میده خمیتیا چی تو خام شوربا بخوا کنه ها پرهیزم اکا نه خام شوربا بیا پنجوسیم تی اکا مو پرهیزم مو خال سیستم تی خام شوربا بخویا پرسو نه اکا گفتم کو پرهیزم اکا ای چی پرهیزی تو ای همین پلتی رددن کنی اوچات آچم در خونه چیکار کرده سای نام پخته نام پخته سای ای خونه دا ماما هسته اوقات هسته اوقات هسته ها هسته رفتی اوقات میخریم ها ما تو اینا رامونجو همه کسا اوقات میخریم ها رفتیم آمدی مردک؟ گودکا رو دا بیرمان خیده گیجا دا بگری اخ مردک نام پخته حساب بودم گودکا دا پیشم بودم بیرون رفتین خیلی نام پخته حساب بودم نام پخته حساب بودی معلوم های نان گرم نام بود چون جان آدم قوت و درمان آدم با خوراکتی بابا مزه ها نان گرم زنگی در روی دسترخوان پسرخوان پرتو که گشنه ما مال زنگ جان بازی من میام شما همیشه دا بازی کردن گیری ها حتی دو درجون بازی کنی هر دو مالش با حوزه اوقات تیار میکنه میوی فهمیدی خیر یه زنا بابا او توی اوقات نمیاری دو ساعت چی مرده میشنگی دو آخه چی خیلی اوقات؟ اوه گفتم بیار آخه اکتر نونی گر کدام گفته خیلی گرفتی آخه سر و سیمه نشه مردک جان ایروز ایتی بران قانون قایده خونه علیشیدگه چی خیلی شده من نفهمیدم یه قانون قایده چی خیلی علی شده این مثال یک کاسه شوربا 15 سومون وو یک کاسه شوربا 15 سومون دا 15 سومون خیلی مالش خیلی زمان یا نون بیار خیلی نونی گرم خیلی مالش فهمیده یا تا نون بیار مالش موفقی قانون قایده خونه ما یک نون 10 سومون 10 سومون؟ و یا نون 10 سومون تو او داد دیگه دا بیرون 2 سومون اینا چی خمون دست چی نفهمیدیم آخه این نانی خونگیه نانی خونگیه تمام خیلی مالش ما اوقاتو نانی تر نمیخرم یک چایلیک چای گرم بیار ما تشنه موندگی میخورم کار میرم مالی زنم تست کن مالش مردک جان لیمون چای بیارم یا چای پرسته همیش به فکرم بپلای چی چای پرسته 5 سومون 5 سومون یک چای ها این تمام خورد و خوراکای خانه را ای چای سر کرده همشا سومکی کردی کو تمام ای همین روز عبارت من دیگه کدی تو زندگی نمیکنم تمام برای لباسای مرا جمع کن من میرم تست کن لباسای مرا جمع کن نشونی کارات نخو
من حیران نخو نانم پول قد توبه توبه مردک جون ها چی میگی؟ لیباسات در پاکتی 5 جمع کنم یکی اسما خوش آمدی بچه‌م خوش آمدی باور که چند روزی سوید نداریم اینا می بچه‌م چند روز بچه‌م بخیر برای الکتریک بیرو به سویدی هم نمیشه واقعا کو اینا می هی الان بالا را دیدی هی الان بالا الان جا نمیدونم الان یاگم چی پلیتای باز وین موندی اندیم خیلی کاندا یا خیسی نه اوتا پلیت نموندیم او شاو شمالی ساخشید همه خیل ایش بریزدن علاو پلیت کن اینا دیدی خیلی چیزا بود دو روز شد به سویت دیدم ها همون سیمشوی خوردگی بده انا جونم می برو همون را ساز میکنید که در خط ساعت که اکی جو اورتر خدمات اکا جان من خیلی دیدم این کاری مای شما یه طرف بسید من دوامش خودم کار میکنم مایل اکا خود در قصه اینا ما یه طرف میسیم این کاری که تکی باشه یه طرف گوش که جورا گوش که یه چیز دیگه را بگم تا همی که برآمدی ساز کردی او را حقی کاری تو چانس میشه همین ما بفهمم که یکی زوری ما میرسه نمیرسه خیر راست بگو تاقای راست میگو گپ اختر معقول اگه حقی کاری ما تاقای راستیگه بازی کویا بینم اگر ایشی همه حقی کاری ما 100 تومان تاقای نه این وا این 100 تومان این زوری ما چون میرسه 100 تومان اکا جان 3 روز شده سوید نداریم 100 سوم قیمت بده ارزان ترکش کنه اکا گوش که خواهر جان اکا همه راستیگه من همه کجایی برم همه مستلبه ده ببرم همه 100 تومان حقی کار من همه برم ساز بکنم 100 تومان اکا که آخه همه مرده یاسم یافتنش بگو تو ایرا که جواب دی قیمت میگی 100 تومان 100 تومان بده مثلا من خیلی الکتریک میگم آخه همه سوی تابوی زنگ زدم من میره روی کردم و تو مرا بفهمون که اجورا تو برای چی 100 تومان میگیری برای چی 100 تومان میگیری تاقای گوش که مرم من همه میبرم ساز میکنم 50 تومان میفرم 50 تومان شیت من گپی تو فهمیدم اینای 50 تومان نه تاقای نمیشه 100 تومان گفتم 100 تومان خب بخواب آخه اجورا تو مرا گوش که یک دقیقه همه تاقای من همه 100 تومان گفتگیم تو بخواب 50 تومان ای اکا این 50 تومان فقط این به حق برآمده ساز کردن میشه اکا مطلب فهمیدم مطلب خوب فهمیدم تو همین 50 تومان بخواب تو برو همین سویتی ما رو ساز که دیگه نفرو منی جان ازت بنازم تا ابد بمان کنارم فدای حسن و جمالت من به عشق تو بنازم لای لا 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 لای لا 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 لای لا 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 لای لا 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 پریشان و اسیرم از این دنیا که سیرم گرفتار غم تو برای تو میمیرم لا 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 مردک همین صددین نجمیدین میگون در جایی که در سحنانو میبروید دیگه در خود کانادا تورنتو تورنتوش که جدای با تورنتو طرفای آفریقا دا طرف افریقا فهمو مردک چی گفتنید بدم اون امروز در تلویزیون گفتن که در همه افریقا نرخ دختراشون 100 تومانه عجیبه خیلی عجیب زن جون همه دختر که رفتاری خوب داشته باشه با مدنیت باشه خوشرو باشه میارزه 100 تومان ده